پتو رو بکش رو کلت بوی خمینی آمد مشتا گره کرده همه با هم پتو رو بکش رو کلت بوی خمینی آمد شعار بعدی ولی فقیه نداشتی شیرنگ به جاش گذاشتی همه سید علی چاییده لاستیکش هم سابیده طیب الله انفاسکم. احسنت به شما بسیجیان گوگولی مگولی که الحق دارید خودتون رو نشان میدید. من قرار بود هفته پیش بیام دانشگاه، اما فضا طوری بود که احساس کردم باید سرما بخورم. الان هم همینطور که میبینید صدام یه خود گرفته همینطور که دیدید من یه خود صدام گرفته. به همین خاطر اون موقع زنگ زدم به محمد قمیش، همین محمد خاتمی رو میگم، بهش گفتم محمد جان از غم نامردمی ها بغض ها در سینه دارم، شانه هایت را برای جان خرسواری دوست دارم. احسنت، آفرین. اینو که گفتم خودش گرفت رفت دانشگاه. از بدشانسیش اون روز هوا سرد بود، عکس‌های محمد خاتمی و امام راحل رو سوزوندن، البته برای اینکه گرم شن. طیب الله انفاسکم. بعد من هم خودم میخواستم هر جور شده بیام که شنیدم آقای سید علی پینوشه ظاهرا رفته بود دانشگاه که گفتم مزاحمشون نشم، ممکنه اشتباهمون بگیرن. پینوشه عجلاته پیش ما شکلاته یه بار پینوشه عجلاته پیش ما شکلاته. آفرین. بله، طیب الله پینوشهاتکم، طیب الله انفاسکم. احسنت. به هر ترتیب ما دیگه امروز به حول و قوه این قرص آسپرین از بستر بیماری بلند شدیم، اومدیم اینجا تا مسئولین نظام جمهوری اسلامی و دشمنان بدانند که این ملت هرگز سرما نمیخورد. همه با هم موسا گرفت کرده وای اگر سیدنی آسپریناتم دهد، وای اگر سیدنی آسپریناتم دهد. طیب الله آسپریناتکم و آنتیبیوتیکاتکم. احسنت. موضوع دیگری که میخواستم بگم بحث حکم اخیر دادگاه اروپاست که به واقع زلزله‌ای بود. من به مسئولین نظام جمهوری اسلامی گفتم فهمیدید زلزله آمد؟ جواب شنیدم که متضرعانه میگویند نخیر ما رومون اونور بود. حاج منصور سر این حکم و زلزله‌ای که اومد هر چی داری رو کن. با اجرای مقام عظما همه با هم دستها رو به دادگاه اروپا، همه با هم حکم دادگاه اروپا رو خطاب قرار میدیم و میگیم وای که دیوانه شدیم آمدی، بی فک و بی چانه شدیم آمدی. حکم که آمد جگرم پاره کرد، عظمای ما رو زد و بیچاره کرد. قاضی دادگاه واسه ما شاه شد، قلب ولایت یهو سوراخ شد. بشکه نفت و همه پولای ما باد فنا شد چو تو باز آمدی. وای که دیوانه شدیم آمدی، بی فک و بی چانه شدیم آمدی. طیب الله اثباتکم. احسنت، آفرین. طیب الله فک و چانهاتکم. طیب الله. حاج منصور الحق تو مثل یک تصادف خیلی وحشتناکی، چون اینطور که من دیدم کشته مرده زیاد داری. احسنت. حالا میخواستم به یه مسئله دیگه هم بند کنم. ببین وضعیت چطوری شده که اردن هم برای ما شده ابرقدرت و به راحتی احساسات ما رو خدشه‌دار کرده و به بازی میگیره. حاج منصور ذکر مصیبت اردن رو بیا. طیب الله. برای این قسمت برنامه یه آهنگ براتون در نظر گرفتیم، آهنگ قشنگ. آهنگ براتون بخونم، همه با هم میخونم. ماخ که دیگه طور داد مجلس داغونم کرد، به کی بگم که امضات تو قصه ویرونم کرد. محمود شده دیوونه، امام خودش میدونه، عظما دلش میگیره، وافورشو میشکونه. همه با هم بسیجیا با فریاد میگن که دل ها میخونن. ما
که دیگه دور داد مجلس داغونم کرد به کی بگم که امزاد تو غصه بیرونم. احسنت، آفرین، همچین رو آمدید. طیبه لا انفاسکم. من گلم تو منگلی، با هم میشیم گل منگلی. طیبه لا منگلاتکم. احسنت، آفرین، آفرین، رو آمدید همچین. بله، بچه های مداحین رو آمدن. احسنت، بفهم. حالا که حرف به دردها رسید یاد امام افتادم. دیروز یه سر رفتم مرقدش، میخواستم گل ببرم. گل فروشی بسته بود. جا نه خیر، بسته بود. براشون کمپوت خریدم. بله، بردم گذاشتم سر مرقد. حالا همه اینها به کنار، این قطعنامه 55 هم شده قوز بالای قوز. آقا اصلا به قیافه من میاد که حقوق بشر رو نقض کنم؟ من خودم چند ماه دنبال اینم که حقوقم اضافه بشه، بتونم تو این وضعیت بحران اقتصادی بساط شبم را بندازم. حاج منصور بیت آخر رو واسه قطعنامه 55 بیا. طیبه لا انفاسکم و قطعنامهاتکم. بیا. میخوام همه دلا رو ببرم کمیته سوم مجمع عمومی، اونجا که 55 بار آزگار دارن سیبیل مقام عظما رو دود میدن. آقا بعد از حکم وارد اتاق شدم که خبر رو بدم مقام عظما. ها کجایی؟ تو در وا کردم روم افتاد تو روش. بهش گفتم تو رو به قیمت جون، تو رو به ماه آسمون، به همون یه لقمه نور. ببین ایدن تو رو به چپی چشات به سفیدی ریشات، چپی اون چشات به سفیدی ریشات، حق حق شبونه هات، حق حق شبونه هات. تو رو به خود امام راحلمون قسمت میدم بابا جوراباتو بشور خفمون کردی همه لیله، جوراباتو بشور خفمون کردی. ای والله جوراباتکم. احسنت، احسنت.